استقبال 5 نفر از غالبان مسابقه‌های سطح بین‌المللی در ناحیه بلجوان شروع از درآمدگاه ناحیه با افتخار و خوشحالی و صمیمیت بی‌اندازه جریان یافت. مسابقه بین‌المللی که در شهر شیمکنت جمهوری قزاقستان برگزار گردید، از ناحیه بلجوان یک مربی و 4 نفر ورزشگران شرکت ورزیده از روی 3 نمود ورزش برآمد نموده غالبیت به دست آوردند. ادامه مراسم سطح بلند استقبال ورزشگران در مرکز ناحیه با اشتراک رهبریت ناحیه، نمایندگان ساختارهای گوناگون، والدان و دایره وسیع ساکنان در وضعیت تنتنوی با شکوه ادانه برگزار شد. مهارت و لیاقت و آمادگی سطح بلند ورزشگران باعث بر آن شد که در نتیجه همه اشتراکیان ناحیه غالب گشته 4 نفر با گرفتن جای اول سزاوار مدال طلا و 1 نفر با گرفتن مقام سوم سزاوار مدال برنجی گردیدند. ما ورزشگران که در بین 5 دولت قوا عضوی نمودیم با نمود موای تای، UFC و دیگر. وقتی که ما جای نمایان را اشغال نمودیم، ما بیرق تاجیکستان را بلند نموده، این برای ما افتخار است که در بین 5 دولت ما جای نمایان را اشغال نمودیم. در آینده کوشش میکنیم که در دیگر مسابقات سطح جهانی اشتراک نموده پرچم تاجیکستان خود را بلند نماییم. در ادامه مراسم استقبال ضمن سخنرانی تاکید گردید که مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه بلجوان از سال 1996 تأسیس یافته این اولین غالبیت و جایزه دستپروران مؤسسه به حساب می رود. گفته شد که پیروزی ورزشگران دستاورد نه تنها ساکنان ناحیه بلکه افتخار و دستاورد برای تمام مردم کشور محسوب می یابد. همزمان با مقصد قدرشناسی غالبان مسابقه های بین المللی با سپاسنامه، مدال و تحفه های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سرفراز گردانیده شدند. اشتراک ورزشگران کشور در مسابقه های سطح جهانی و چنین پذیرایی صمیمانه نشان از توجه حکومت مملکت و دستگیری و غمخواری های همیشگی نسبت ورزشگران می باشد. من از خودم باوری داشتم که رفته یگان جای نمایان را اشغال میکنم. وقتی که به قزاقستان رفتم در مسابقه اوید به نمود موای تای اشتراک کردم و سزاوار جای یکم گشتم. من در مسابقه با 2 نفر قوا آزمایی کردم و آنها را مغلوب کردم، سزاوار جای اول گشتم. باعث افتخار است که فرزند ما در دولت قزاقستان رفته جای نمایان را اشغال کردم، به سر بلند به وطن برگشتن. محمد جان از سن خردسالی به این ورزش مشغول بوده، هوس داشت. ما والدان لیاقت فرزند خود را دیده دستگیری کردیم، به چون نتیجه ها رسیدن و در آینده دستگیری میکنیم که باید با قلوب بلند رفته است و نامبردار دولت ملت خود باشد. طبق معلومات حالا در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه نزدیک 200 نفر نورسان تا سن 17 ساله از روی نمودهای گوناگون ورزش به آموزش فرا گرفته شدهاند. دستپروران مؤسسه با اشتراک فعالانه در مسابقه های ورزشی سطح منطقه، ولایت و جمهوری در 9 ماه سال جاری با گرفتن 38 مدال، از آن جمله 2 مدال طلا، 8 نقره و 28 مدال برنجی مشرف گشتند. در قسمت نهایی مراسم استقبال ورزشگران برنامه فرهنگی ادانه با هم‌آوازی اشتراکداران در فضای دوستانه و شادی و خرسندی همگان پیشنهاد کرده شد. علیم ناصرزاده، علیم میرزا، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار.